خب دوستای عزیز، ما صحبت‌های اسیب خان زواگ که اگر کسایی که بشنوین اینجا یک سوی تفاهم هستند که البته من خودم شخصا بارهای گپ گفتم که اگر ما صف طالب بیشتر بسازیم سر هویت و قومیت بحث کنیم، یعنی صف طالب بیشتر میشه. اگر تنها هدف ما طالب باشد، خیلی از پشتونها هستند که در کنار ما و شما استاد میشن و در برابر طالب مبارزه میکنن، مثلا اسیب خان زواگ، بشیر عالم صاحب، کمال دزیر لایف آمد، بشیر عالم صاحب سلامونه. که بشیر عالم صاحب او قدر انتقاد را که سریب طالب میکنن، به خدا قسم است که هیچ کدامی ما نکردیم. حال من این وضاحت به دوستان میتونم، اگر سری هویت بحث کنیم صف طالب زیاد میشه. مثل اسیب خان زواگ کمال گفت که اگر تو سر قومی ما، سر ملت ما، سر تمام چیز ما صحبت میکنی، باز دیگه برو قد طالب گپ بزن. یک چیزی میخواستم دیگه براتون بگم دوستان عزیز. در همین 4.5 سالی که در سوشال میدیا من علیه طالب صحبت کردیم، چیزی که حق بود من بر حق گفتم. حتی اگر علیه یک شیعه در افغانستان ظلم طالب کردم، من بالایش ویدیو ساختیم و من صحبت کردیم. اما اگر به همین چیزی که فی الحال لایوتان جاری داشت، این لایو 4 نفری تان، به همین طور من روزمره لایو ها را میبینیم، اصلا بر من مانعی نداره. من با وقتم که به این لایو بالا شدم، دلیل عمده‌شی بود که من کمی خنده کنم، چون دلم گرفته بود، ساعتم تیر نمیشد. گفتم باش که یک چند دقیقه خنده کتزی بشینیم و خنده کنم. حقیقت همیست و بدون از این که اینها با کدام چیز را جور میکنن که در بین مردم افغانستان تعصب و نفاق را جور کنن. that doesn't make sense. آخر روز کی میبازه؟ اونمو چند نفری که در افغانستان با گفته اینها میخیزن و صحبتای میکنن، کارای میکنن که در بین مردم افغانستان جنجال و نفاق پیدا میکنن، اونها را جنجال جور میکنن. اینها خود در اروپا و در امریکا شدن. از اینها بپرس که خودت همین حال آماده استی بریم افغانستان، امان هزاره، بیا بخیزیم بر زمین. دو جوانی که در سوشال میدیا کل روز صحبت میکنن که طالب فلان و طالب فلان یا وطن ما را گرفته و تو کرده، بخیزیم میری همراه ما 4 نفر بریم افغانستان تکیت کنیم، به خاطر از این مردم خود یک انقلاب جوانی را جور کنیم، یک فکر انقلابی را در راه بردیم. ما تو 4 نفر بکشه، بعد از او قوم ما تو میخیزه علیه طالب جنگ میکنه که شما با واقعیت اینجا ظالم هستین، بیا بریم. به خدا از اینجا یک قدم بگیره. میفهمی اینها لوکیشن های خود آف میکنه از ترس. کسی صحبت میکنه در میره در جنگل، از جنگل صحبت میکنه. در اروپا، در افغانستان سایشان میبرایه. کسی که در افغانستان حکومت میکنه، کسی که در افغانستان سر در نمود چوکی میشینه، اونها خون میریزه برادر، اونها قربانی میتن. امروز که طالب در افغانستان نشسته مفت نشسته تو که آمده برش گفته که بیا بیشی بیادر. 20 سال خودم کشت، تو هم کشت، هر چیز که در دستش آمد کرد. امروز حکومت داره. تو در تیک تاک ششتی اول خود تو صحبت های تا ببین، سر یک قوم صحبت میکنی که تاریخش معلوم، رهبرشان معلوم، خود قومش معلوم، همه چیز ما معلوم است. هم ژبه معلومه ده، هم تور معلومه ده، هم جنگ معلوم ده، هم نړۍ ته ځان ثابت کړی چې زه څوک یم. د نړۍ سوپر پاور مې راوسته ځان سره مې کینو خبرو ته. تر ازي د ما پړه دا رقم خبرې کې زه تاله دی خوري شړم ولی مس توکی دی فلم دی کوم ډایرکټ نو دغه کیسې چې دی په میډیا باندې کې دا تر میډیا اخواته والله بالله ک دغه نه کی معنا ولري. ونی صدا ځوانان چې دانن په میډیا کې دا کمی خبرې کوي، زه چې ویلار سو وطن ته راځه د قرباني زو ته ورکو کداغه میډیا نه دی خپل ټیک ټاک اکاونټ نسی ډیلیټ ولې د دې پیسو په خاطر. سحر نه تر ما خامه ناز دی برندونه جوړي، چاکلیټ خرڅي. تو خود اینا من از خودت میپرسم امان هزاره، اگر خودت همین جوانی که امروز بیقه با احساسات صحبت کرد، گپ انقلاب میزد، گپ خراسان سازی را میکرد، چرا برند چاکلیت فروشی را جور کرد؟ به خاطر چی؟ والا نمیفهم. بعضی کسایی که در میدیا هستن چی هدف دارن، در چی راه روان هستن، ولی من پیش روی خودشانم گفتم که هدف من طالب است و طالب پرست، طالب و لابیگر طالب. چون من یک آدم نظامی بودم در افغانستان، هیچ وقت خون از او قهرمانایی که در برابر از این طالب ریخته شده ما او را هیچ وقت فراموش نمیکنم. یا دل کس خوش میشه، دل کس خفه میشه، ولی ما بس قومی ندارم. تمام قوم افغانستان نور چشم است، برادر ماست، هیچ وقت ما کدام مشکل ندارم. سوالی که من پیشتر از تو کردم، همین سوال تمام مردم افغانستان در ذهنش است و باید متوجه شوند. مقصر اصلی قوم پرستی در دنیای مجازی یعنی مردم در میدیاس نیست،
یعنی می طالب هاست، یعنی می حاکمیتی که فعلا در امو افغانستان حاکمیت دارن اینا هستن. تمام قدرت این رقم نمیشه. افغانستان خانه مشترک است. قدرت ها باید تقسیم شود، قوم ها حذف میشه. تجار هزاره به توطیه بیادر به زندانی، هنوز 4 ماه میشه به زندان است. این قضیه سیاسی میشه و خانوادهش چی رانده میشن، زمین و جای جایدادش غصب میشه. خود از یک قوم پرستی را به وجود میاره. خود از این بچه هزاره متوجه میشه خب حاکم والی مزار کی است؟ فلانی نفر از کجاست؟ پشتون است. نماینده کی است؟ نماینده هیبت الله است. فرمان صادر کرده که زمینش گرفته شود، خودش هم زندانی شود. خود از یک تفریقه را به وجود میاره. من تفریق انداز نیستم، من قوم پرست نیستم. من به خود شخصی آصف خان زواک من سخت احترام دارم و این مشکلات های دوستایی که واقعا مبارز هستند به خاطر آزادی افغانستان مبارزه میکردن من درک میکنم که خیلی از اونا به تهدید هستند، خیلی از اون مشکلات ها دارن. این گپ کس درک نمیکنه. امان هزاره همین صحبت های ما که ما امروز این یک سوال را بین 607 نفری که در این لایو نشسته و اکثرتشون به زبان فارسی و دری صحبت میکنم، از اینها یک سوال دارم، یک سوال، و امید دارم که این صحبت های ما خوب به تو دقت گوش کنن. یک سوال، در همین 4 سال در همین سوشل میدیا همین جوانایی که امروز صحبت میکنن از اینها بپرسین که شما علیه طالب زیاد صحبت کردین یا علیه افغانیت؟ شما علیه طالب صحبت کردین یا علیه پشتونولی و پشتون؟ شما کدام کار کردین؟ 10% در علیه طالب صحبت کردن، دیگه 90% علیه پشتونولی و پشتون و قوم ما، علیه ولایت های ما، همه چیزی که در رویشان آمده گفته. خوب، حالا از خودت میپرسم امان هزاره، اگر یک کسی را تو هر روز بگوی که تو قومت بشکه زرد، دیگر روز برات نمیگه که بله مقام بشکه زرد هستم، زورت میرسه بیا بگی دواتر حسابی کن همراه من. شما یک پروژه طالب سازی را به دست بگونه اینمو تو قصدی در راه انداختین که یک جوانی که مثل حسیب، مثل ما، هزارها پشتون دیگه که علیه فکرش علیه طالب بود، اصلا در نزدیک طالب خود نمیبید، 4 سال علیه طالب صحبت کرد. امروز او را شما طالب گفتین قامش دشنام دادن، امروز او برات میگه که ما هم طالب هستیم، چی کرده میتونی؟ خب چی بگیم؟ ما برات بگیم که اوکی مرم دشنام بتی، هر چیزی که دلت خواست بگو، باز ما علیه طالب هم صحبت کنم، باز ما میگم اگر به همین ترتیبی که شما صحبت میکنین که پشتون افغانیت و فلان و بلان، باز طالب خو که در افغانستان حاکم است باز بسیار خوب است. اگر یک زورت میرسه برو روبروش کتش صحبت کن. ما خود طالب نیستم، از بدون سوشال میدیا و تیک تاک دیگه هیچ چیزی کرده نمیتونی. اونجا کسی که در امروز در حاکمیت نشسته همراهش روبرو صحبت کردن نمیتونی، جنگ کردن خب بسیار گپ دور است. و ما به حیث یک پشتون، ما به همه پشتو زبانه خود میگم که حق باید حق بگویم. طالب اگر در این سرزمین ظلم میکنه، ظلمش باید ظلم بگویم. اما اگر کسی سر قومت میپردازه، به زبانت میپردازه، به هویتت میپردازه، به افغانیت میپردازه، به پشتونولیت میپردازه، باز از تو باید هم طالب شوی، هر چیز که دلت میشه باید شوی. چون بر ما امی اسیفان ما امی یک راز امی گپ ما افشا بسازم. همینجا دوستا شاید برای اولین بار در این میدیا می گپ از زبان امان هزاره بشنوین. اگر بعضی قومیت در این لایفا در اینجا نباشد بیننده ندارن، کش ندارن. دقیقا اگر بعضی قومیت نباشد پیداگری بیننده کش ندارن، بیننده ندارن. مجبور هستن بعضی قومیت دامن زده شود که هم بیننده پیدا شود و هم حمایتگر پیدا شوند. بنابراین یعنی بعضی قومیت اگر نباشد بر ضد طالب بیاین صحبت بکنین، خدا شاهد است که فقط هدف طالب باشد اینجا خیلی مردم ها جرأت نمیتونه بیا گپ بزنن. میگه والا خال کاک بچه کاکایم است، بچه مامایم است. حتی میان از طالب طرفداری میکنن، از کل اقوام افغانستان، نه تنها از پشتونا. همین متاسفانه تعداد از 1000 قوم افغانستان هستند. بنابراین اگر ما برنامه ما فقط سر طالب باشد، یک برنامه اساسی و جوان و یک نوآوری داشته باشیم، هنوزم دیر نیستن. از بس قومیت باید خارج شویم. یک چیزی بسیار مهم دیگه برات میخوام بپرسم. این سوالایی که از بعد خود مردمی هستن در افغانستان یا که در بیرون افغانستان زندگی میکنن و شما ها میان در لایو های میشینین که اونجا سر یک قوم میپردازن. یک سوال،
در چند وطن ها و څومره هیوادونه که این در چقدر کانتریز این همین مردمایی که گپ خراسان میزنه، صحبت های ضد تا افغانیت میزنه، از اینها بپرسین که شما چند بار علیه طالب برنامه ساختین در سوشال میدیا. حتی در لندن اینها یک چند نفرشان رفتن، باید در روی پارلمان یا میرفتن علیه طالب صحبت میکردن. میفهمی؟ بیرق سه رنگ افغانستان در زمین انداخته بود، کت چوب میزد. یعنی چی؟ امان هزاره، اگر تو میخوای آزادی، با این نوع آزادی که تو جنگ داری میکنی که من افغانیت قبول ندارم، تو میفهمی سر خود رشخند میزنی. چه رقم؟ اونجا افغانستان، اونجا فی الحال کی حکومت کیسته؟ طالب است. تو آمدی در انگلستان به مردم انگلیس میگی که من افغان نیستم و من این بیرق کت چوب میزنم. یعنی چی؟ زورت نمیرسه؟ خود دیگه بیغیرت هستی که زورت نمیرسه که طالب چیزی کرده نمیتونی، آمدی بیرق کت چوب میزنی. همین عقل و منطق این هستن. اونجا وضاحت دادد که ما میخوایم همین سمبل را هدف قرار بدیم. یعنی هدف شنی بود. سمبل نمونی مثال پرچم افغانستان سمبل است، لنگی سمبل است، لباس سمبل افغانستان است. یعنی یک نوع فرق. خب یعنی به این منطق که تو اصلا علیه طالب صحبت نمی کنی، صحبتت علیه پشتونولی است، پشتون است، قوم پشتون است. باز برات میگم از 10 سال نه، 20 سال نه، 50 سال نه، 100 سال نه، 200 سال نه، 300 سال نه، برو پیش که تاریخ پشتون برات معلوم نیست. چی کردی؟ بگی مهربانی بکن چی کردی علیهش. اگر گپ از زور زدن باشه، اصلا ما گپ زور نمیزنیم. به همین قدرت و به همین توانی که همه چیز داریم، هم در سیاست، در همه in every department of اما چیزی کردین؟ هیچ چیزی نکردین. و جالبش چیست امان هزاره، وقتی که از اینها میپرسی که در افغانستان میگه به نام چیزی ملی ما هیچ چیزی نداریم، هیچ چیز میگن نداریم. باز کسی شان بپرسی که شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی است، میگه او قهرمان ملی است. یعنی چی؟ چی میخوان ثابت کنین به همین صحبت؟ یک طرف میگه که در افغانستان ما به نام چیز ملی نداریم، باز میگه که شهید احمد شاه مسعود ملی است، قهرمان ملی است. یعنی چی؟ در بین خود بشینین این تناقضاتی که دارین ایر از بین ببرین. اگر چیز ملی به نام ملی ندارین، باز بگین که شهید احمد شاه مسعود هیچ ملی قهرمان ملی نبود، او یک قماندان بود. خلاص قصه ختم. That's it. اگر به شهید مزاری صحبت میکنین، اگر بر او این لقب نمیتین، شهید ملت نمیگین یا چیز دیگه، باز کلش از بین ببرین. That's it. خو شما در عین حال میخیزین میگین که شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی بود، باز میگین اصلا حرف ملی در افغانستان وجود نداره. بالای خودش خن میزنن، بالای مارش خن میزنن. چی میکنن؟ همین امان هزاره، یک سوال از خودت میپرسم. 4 سال 4.5 سال شد طالب در افغانستان حاکم است. چی کردن همین هایی که در سوشال میدیا گپ میزنن؟ چی کردن؟ بگو. برای همین گپ نشستن که تا یک پاکستانی یا یک ایرانی یا یک امریکایی یا یک کسی دیگه بر اینها چی بتن، چی میگن، تو وصله برشان وصله ورته ورکی او دوی ولارسی په افغانستان کې جنگ وکړي. خپل خو زور نه لري. متاسفانه آصف خان این سوال که از ما کردیم، ما همیشه کوشش کردیم حق بگم. دوستا وطندارا به شمول خودم چند سالی که در همین رسانه ها هستیم، ما هیچ کار نتونستیم. به خاطر از اینکه مردم افغانستان همینجا 700 نفری که هستین، هر تصمیم گیری که کل ما و شما همینجا بیخی بگیریم تایید کنیم بگیم اینمی گپ کلی ما پیش میبریم، 700 نفر همین لایف قطع شد، چای خوردین، خواب شدین، نان خوردین، کلگیش از یادتان میره. سر یک قضیه هیچ جدی نیستین، هیچ کارم نشده. اگر ما و شما واقعا از میدیا درست استفاده میکردیم، یعنی 5 سال یعنی طالب تروریست می افغانستان حاکمیت نمیتونست. او برادر یکی خلاص. ما از یک چیز از خودتان میپرسم، میخوایم خودتان جواب بدین. بین همین چند نفری که در سوشال میدیا میان نمایندگی از قوم تاجیک میکنن، تو را به خدای قسم که اینها در بین خود در یک لایف نشسته میتونن؟ نه، چون قسم داده نمیتونن. و فی الحال همین طالب هایی که تو برشان ما تو علیهش صحبت میکنیم، زیر نظر یک نفر که تا هنوز نه تو چهره شدیدی نه ما دیدیم یا همه چیز یکی دیگه خود قبول داره.
حکومت کردن ریشخند نیست او برادر. در بینت باید حداقل که هیچ اتفاق و یک نظر واحد وجود نداشته باشه، با یک دلیل باید شما یک جای بشینین. شما خودتان یکتان خراسان میسازه، دیگه تان خستین میگه ما کت ایران یک جای میشم، دیگهش میخزه ما میگه یک شام قبول ندارم، ما میگه هزارستان میسازم. یعنی like literally که 5 نفر در سوشال میدیا در بین خود جور نمیاین. حالا آصف خان بیا که بگیریم یک کمپین قدرتمند، نه خراسان نه افغانستان هزارستان. نه ما میفهمی، من علیه طالب صحبت میکردم 4 سال شد. نه ما در همین 4 سال بسیاری چیزها از دست دادم. نه کدام روز درباره بیزنس صحبت کردیم، نه درباره چیز دیگه. فول استاپ ماندم. میفهمی دلیلش چی بود؟ همین مردمایی که هر روز میخواستن صحبت میکردن که ما طالب از افغانستان گم میکردیم. گفتم ما که شما بخیزین طالب هم گم کنین، پشتون هم گم کنین. اگر اینها پشتون گم کردن، باز من میگرفتم یک تذکره تاجیکان رو میگرفتم، میگفتم که من دیگه تاجیک هستم، من خب این سرزمین من نمیماندم کس بشم برای از این سرزمین برم. حالا در همین 4 سال اینها چی کردن؟ بدون صحبت کردن در سوشال میدیا چیزی کار دیگه کردن. اونم کسی که خود میگفت که ما مقاومت کردیم، ما او کردیم. همین حالا در پنشیر طالب است یا نیست؟ در کل پنشیر حکومت طالب است یا نیست؟ همین طالب ها کدام روز یک گپ اینها را جدی گرفته؟ اصلا جدی نمیگیره. ما که صحبت میکردیم گپای ما چرا در افغانستان جدی گرفته میشد؟ چرا علیه من در افغانستان طالب تا خانه را بسیاری صحبت هم رسید؟ دلیلش چی بود؟ میفهمی که صحبت ما در افغانستان حقیقت داشت. من صحبت علیه طالب میکردم، من علیه مردم افغانستان صحبت نکردیم، اما بدبختانه اینها میخیزن. خب همین امان هزاره، اگر مردم ما شخصا خودم میگم به حیث یک پشتون یک لغت را بر من نشان بده که ما یک لقب بد به قوم دیگه استفاده کرده باشیم. زبان پشتوست. اگر در زبان پشتو یک لقب بد را بر من نشان دادی که من به قوم هزاره گفته باشم یا به قوم تاجیک گفته باشم، اما بدبختانه ببینید کل حرفا، کل القاب بدی که استفاده میشه در زبان فارسی است یا نه؟ به مردم هزاره ما چی میگن؟ کدام روز از در زبان پشتو کدام لقب بدی شدیدی از مردم پشتون؟ چون ما همین خوی خاصیت را نداریم. از کلگی نه، از خودت نشنیدیم. نه در عموم ببین، در عموم بسیار داو است، بسیار داو. اگر من این صحبت ها را که میکنم به خدا قسم من احساس حقارت میکنم، چون اگر من درباره هزاره صحبت میکنم من it means من درباره خود صحبت میکنم. مرا در امریکا مردم افغان میگه، هزاره هم افغان میگه. اگر در امریکا و در اروپا یک هزاره کار بد میکنه کلش به نام یک افغان معلوم میشه، هیچ اینجا فرق نداره. حالا خوش دارم که ما را کسی تحقیر کنه. ما با مردم افغانستان از دل، از ظلم ته دل برش احترام داریم. یک اینمی تحقیر کردن، صحبت کردن چیپ اینمی در قوم مردم پشتون نیست. او برادر ما یک پشتون هستم. همین حالا ما همراه نیم ساعت شد به زبان فارسی و دری صحبت میکنم. برای ما اصلا مهم نیست. ما تا فردا اگر ما لهجه ازبکی و هزارگی و دیگر یاد بگیرم، به خدا من همراه به زبان ازبکی و هزارگی صحبت میکنم. برای ما این گپ هیچ وقت مطرح نبوده. اما همراه اینها که در زبان پشتو صحبت میکنی، زبانت هم تحقیر میکنه، قومت هم تحقیر میکنه، دوام میزنه، دشنام میده. یعنی چی میخوانی کمی گپایتان چی میخواین ثابت بکنی؟ یا اونم یک د تاریخ یا برخه وګرځه، نه مو تاریخ جوړ ک، نه د تاریخ یو برخه وګرځېدلی، خو دغه پښتون به په همدومره لوی درته ټول عمر په دې خوري حکومت کې، ځکه چې پښتون زړه غټ دی، د پښتون سینه دومره ستره ده. نه به ولاکه د تاجک په اړه باندې بده خبره وکړي، ولاکه د ازبک په اړه وکړي، نه د اماق په اړه، نه د پشهي په اړه. دا د افغانستان ټول قومونه دوی خپل خلک ګڼي. امان هزاره همین حالا 90% طالبا کس پشتون هسته. 99%، 100% کلش پشتون. از خودت 1%. همین حالا اگر همین قدر قدرت در دست شورای نظار می بود، چی میکردن علیه قوم پشتون در افغانستان؟ والا ما دیوار گپ نمیزنم. گپ نه، تاریخ ببین. تاریخ دیدیم ما. ببین برادر، ما که اینمی صحبت ها رو نمیکنیم، ما به خدا قسم اینمی گپا رو به یک گوش میشنیم بعد دیگه میکشیم. ما نمیخوایم که بینمی بحثای قومگرایی و قوم پرستی ما داخل شو. بر من و به شکل من هزارها و میلیونها پشتونی هستن که بر اونها اصلا اینمی گپاس و مانع نداره. ما از یک چیزی که در چند وقت پیش که در المپیکس شد، یک دختر خانمی هزاره
بیرق افغانستان در دستش بود، مسابقه را برد در المپیکس. بر من اصلا مطرح نبود که از کدام قوم است. من در سوشال میدیا پست کردم، من برش ویدیو ساختم که افغان من است، از وطن من است و من به قوم هزاره خود میبالم. من درباره کرکت یک ویدیو را نساختم که پست کرده باشم که بگم که من به حیث یک پشتون بالای کرکترهای خود مینازم. همین روح‌الله نیکپا در سال 2012 که در المپیکس مدال برنز برد، ما خوش بودم. بر من همین مهم بود که این از هر قومی که از I don't mind, I don't care، حداقل از افغانستان بازی میکنه، نمایندگی افغانستان میکنه. اما به این شکل که در سوشال میدیا بحثای قومگرایی و قوم یکی دیگه خود تحقیر کردن باشه، افغانستان در 100 سال نه در 1000 سال دیگر هم نه به طرف پیشرفت میره و آخرش هم جنگ، آخرش هم باز جنگ. That's it.